بچه ها هممون سردرگمیم، نمیدونیم. میدونستم اینقدر خاکه رو مبل نمیذاشتم. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی بهتر باشه. چه خبرها؟ چی کارا میکنی؟ چند روز پیش یه دونه کاش زدم و دختر دیروز زنگ زد گفتش که یکی از ناخونام شکسته. الانم آماده شدم، حوصله صبحونه خوردن ندارم، حوصله‌شو شایدم داشته باشم، مثلا تایم ندارم. یه ربع دیگه باید سالن باشم، فقط هم یه تورت آوردم بخورم که راه بیفتیم دیگه. فقط سریع آماده شدم. ببین 10 دقیقه‌ای من آماده شدم، 5 دقیقه‌ای هم لباسامو میپوشم و سالنم. بریم ببینیم باید چه گری بگیریم به سرمون. اوکیش کردم بچه، مشکل خاصی نداشت، فقط یه ذره لاکش بلند شده بود. در 5 دقیقه اوکیش کردم. بچه اومده گوش کن. بچه اومده واسه من. نه گوش چی کار داره میکنه؟ میخورمت. فقط کثیفه، خیلی کثیفه. تو کثیفه نمیتونم دست بزنم، اگر نازت میکردم. بکنید بچه ها، داره واسه من دلبری میکنه. کثافت. خوشگلای خواهر، زیبا رویان جهانیان، من رسیدم خونه و خیلی خوشحالم که امروز به زور و مجبور شدم که زود بیدارشم برم این کار رو انجام بدم. بعد ببین مشتری، بعضی از مشتری خیلی حساسن، یعنی اصلا هیچ مشکلی ناخونش نداشت. من دیروز زنگ زد گفت ناخونم شکسته، نمیدونم احساس میکنم که فلانه. رفتم دیدم نه شکستگی نه چیزی، یه کوچولو حالا معلوم بودش که اینجوری کوبیده به یه جا لب پر شده بود رنگ لاکش، یه کوچولو خیلی کم، ولی خب چون حساس بود کلا سابیدم یه بار دیگه زدم براش. الان چون ماشین ندارم زیبایان، فکر کن من اون ساکه رو به اون گندگی رو سنگینی رو پیاده برداشتم بردم اونجا. خیلی سنگینه واقعا، فکر کنم 5-6 کیلو بیشتره، 10 کیلو نمیدونم، خیلی زیاده، دستم درد میگرفت واسه رفتنش و اینا. یه جرقه‌ای برامون زدش که امروز پرده رو بندازیم بشوره و تا پرده شسته میشه پنجره رو تمیز میکنم. فرشم نمیدونم، فرش اگه واقعا جون داشته باشم باید بریم یه صبحونه مشتی بزنیم که انرژی بگیریم. حتما هم باید تخم مرغی باشه. روزایی که بخوام خیلی کار کنم باید حتما حتما باید تر بزنم، باید حتما تخم مرغ بخورم چون خیلی قوت میده به آدم، میدونی یه غذای کامل واقعا. حالا یا املتش میکنم یا تخم میخوری. تخم. وای بچه اون گربه داشت برام دلبری میکرد لعنتی. بعد الانم داشتم یه چک میکردم مدرک دانشگاه، تقریبا خدا رو شکر داره کم کم مراحلش طی میشه. کار اداریشو خودم انجام دادم. کار اداریشو خواهر رو کامل انجام دادم، فقط الان دیگه خود دانشگاهی که باید پروسه طی بکنه، چک بکنه، بیمه رو چک بکنه، از اونجا ارسال کنه اداره پست و اینا. الان یه چک کردم توی محله بود. خبرها رو چک نکنید بچه ها، این دنبال کردن خبرهای افراطی ببین به خدا یه روز از پادرت میانه. یعنی من خودم اصلا خیلی وقته که چک نمی کنم، احساس میکنم حالم اونجوری خیلی بهتر شده، چون هر آن هر اتفاقی میخواد بیفته ما از قبل هی بخوایم یه کاری بکنیم از همین روزانه‌مونم میمونیم. کار روزانه‌مونم دیگه سخته برامون انجام بدیم. میخوام خودم بزنم به کوچه های علی چپ واقعا، وگرنه اسکل مسکل میشیم. خواهم گوشی به دست هی چک کن اخبار و هی ویدیو، هی روزایی که من دراز میکشم یه سر تو گوشیم دیگه نمیفهمم روزم چجوری تموم شد، نمیفهمم فردام چجوری میخواد شروع بشه. به نظرم اصلا عاقلانه نیست، این کار عاقلانه ای نیست. حالا نمیگم پاشو برقص، ولی بلند شو کاراتو بکن. برای بار هزارم آدمی به امید زنده است، برای بار بی‌نهایتم، منفی بی‌نهایتم، مثبت بی‌نهایت. بیرون بودم یادم رفت نون بخرم. نظرم عوض شد بچه ها. نمیدونم برم بخرم، نمیدونم واقعا حوصله این که بخوام برم دوباره بیرون ندارم. ببینیم چیکار میکنیم. چون که نون نداریم تخم مرغ کنسله. یکی داره بهم زنگ میزنه بچه‌ها، بذار ببینم کیه. غذای تخم مرغی کنسل شد.
دارم میرم واقعیت. چرا شما نشاط تمیز میکنم باز طوره. میخوام برم یه ماکارونی سطحی درست کنم سرسری. چرا؟ وقتی که مامانت برات پیاز داغ میفرسته، پیاز داغو میریزیم آماده است دیگه، نمیخواد پیاز سرخ کنیم و اینا. خب یه قاشق از این پیازه میریزم دیگه، چرخ کرده نمیدونم بریزم یا طول میکشه، بی خیال. پیاز میریزم و رب، چون چرخ کردن رو بزنم آب بشه طول میکشه نمیریزم. اما پیاز و رب و همین یه کمی تخم، یه کمی پیاز و رب و چیز ماکارونی. واقعا اینکه بخوام سب کنم اون چرخ کرده آب بشه اینا ندارم واقعا. همینجوری درست کنیم یه چیزی بره دیگه خواهر، مگه نه؟ البته اینم بهتون بگم قرمه سبزی از دیروز مونده که مائده اومده بود، ولی فاز قرمه سبزی ندارم. یه نصف سیزانی از دیروز مونده بود که غذام اضافه مونده بود، اینم میریزم. حالا تا اون چیز شه اینو نگینی کنم. شاید باورتون نشه ولی تا این چند تا دونه رو من نگین کنم این جوش اومد. اینا رو سرخ کنم. در حد یه رو یه ماکارونی خوشمزه و ساده و خونگی و اینا درست کردم آوردم بخورم. شما هم بچگیاتون اینطوری بودین؟ من مامانم همیشه میگفتم که مثل این عکس ماکارونیا که هستش روش نگاه میکنیم زیرش اسپاگتیه بعد روش همینطوری مواده، همیشه میگفتم اونطوری درست کنم. مامانم همیشه دم کنی میذاشت. از وقتی که خودم خانه دار شدم یه وقتایی هوس کنم اینجوری درست میکنم، یعنی نمیذارم دم بکشه. اینجوری هر کدوم یه طعمی داره دیگه خواهر، ولی نسبت به روزای دیگه یه کمی دیرتر آب کشش میکنم. یه زنده برش نمیدارم دیگه، میذارم کاملا له و پخته و لبرده بشه، بعد اونو مواد رو میریزم روش میارم نوش جان میکنم به همراه ماست خانگی مونا. پس گشنمه خواهر گشنمه. بچه ها تغییر مودم در 1 ساعت، یعنی روزی هستش که میام با خودم میگم که امروز امروز قشنگه، امروز با مود خوب بیدار شدم، خیلی اوکی همه چی. از یه طرف دلم واقعا بخوام ته دلمو بگم واقعا خوشحال نیستم، خیلی وقته که خوشحال نیستم از ته دلم. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ شاید من آدمیم که خیلی قشنگ تلقین میکنم، خیلی قشنگ میتونم ظاهر سازی کنم. چی بهت بگم؟ ظاهر سازی هم نمیشه گفت، یعنی من دوست ندارم خودمو توی قرقرا ببینم. اگه همش اینجوری باشم که کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم همش تو ذهنم هی سرکوب کنم بگم نه نه. یعنی 1000 دفعه وسط یه کار بلند شدم رفتم مثلا یه کار دیگه کردم که فرار کنم از اون مغز درگیریم. یهو مثلا وسط کارم میام دراز میکشم یه گوشه، بعد نیم ساعت بلند میشم. نه اینکه بخاطر خستگی ها انقدر مغزم پر میشه هی 1000 تا چرا میاد تو ذهنم. یعنی ما چه گناهی کردیم، واقعا چه گناهی کردیم؟ نمیفهمم خواهر. واقعا یه نفر باید باشه نجاتمون بده. بیرون که میری چهره آدم ها رو که نگاه میکنی اصلا انگار همه خاکستری شدن، انگار همه چی خاکستری شده. میفهمی چی دارم بهت میگم؟ نه اینکه رنگ نداشته باشه، طعم نداره، نمیدونم چجوری بگم، اصلا نمیدونم خواهر، نمیدونم. حالا از این پرده شروع کنیم، امیدوارم که تمیز کردن پرده یه کمی نجاتمون بده. امیدوارم پنجره رو باز کنم حالا هوای عوض بشه. بودم کلا تنها که خونه باشم مغزم انقدر سوال از خودش میپرسه، 1000 تا چیز میاد تو ذهنم. صبح که رفتم بیرون اومدم اصلا خیلی اوکی بود، دیدین دیگه همین که رسیدم بازم خوب بود، مودم خوب بود. توی خونه که تنها میمونم
هی بی دلیل بغض میکنم یا بغض میترکه دیگه. نمیدونم حالا میدونم سر چیه، نمیتونم بگم سر چیه. والا دیگه خواهد چی کار کنیم واقعا دیگه. احساس خفگی دارم میکنم، احساس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم دارم من شکنجه میکنن. چی دارم بهت میگم؟ چی بگم خواهد؟ اینو بخور، حرف نزن، ساکت شو، هیچ چیزی نباید بگی. بچه ها ببخشید تا حالا جلوتون اینجوری گریه نکرده بودم، ولی واقعا نیاز بود. واقعا بچه ها هممون سردرگمیم، نمیدونیم چی درسته چی غلطه، فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، آینده چیه. میدونی چی میگم؟ واقعا آدم یه وقتایی نیاز به تخلیه شدن داره. انقدر این سنگینی میکنه درده، هیچ چیزی نمیتونه نجاتت بده جز گریه کردن. پاشیم خواهر از این حال و هوا در بیاریم، پاشیم بریم یکم پرده رو بعد در بیاریم بندازیم بشوره. بعد فرشا دیگه امروز نمیرسم بچه ها، به خاطر اینکه میدونید دیگه، میبینید از قیافم مشخصه که پرده رو به زور میخوام ببرم. امروز پرده رو میبرم میندازم، بعد کارهای کلی خونه رو میخوام انجام بدم، جارو کردن و چیزای روزانه که بعد تمیزکاری کلی خونه رو انجام بدم. اینجا کلن شده گرد و غبار. پنجرم که نگم بعد کثافت خواهر کثافت. یه دونه این یاله مونده. اول بیا مادر بیا اینجا به توضیح بدم. خب بچه‌ها من اگه میدونستم اینقدر خاکه رو مبل نمیذاشتم. البته مبل یه دور دیگه میخوام بکشم چون یه سری جاهاش انگار زرد شده. بعد دوباره میخوام قسمت هایی که زرد شده رو خیلی سطحی بکشم که اون لکا بره. خب بعد واسه اینکه اینا رو گم نکنم میشمارم. مثلا میگم واسه این توریه چند تا از اینا بود، مثلا نشمردم جدا میذارم، یعنی با این یالا قاطی نمیکنم که کم بیاد و اینا. اول اینو جدا میندازم چون خیلی بزرگه این توریه. بعد اون آستره و این کناره هاشو با هم دیگه میندازم لباسشویی بشوره. فقط درجه لباسشویی رو وقتی که میخواید پرده های بچه‌ها اینجوری رو بشورین حتما درجه آب سردشو بذارید، چون اگه با آب گرم و داغ بشورید این پرده ها الان مثلا چند ساله که جلو آفتاب و ایناست، خب امکان داره که پوسیده باشه و سوراخ بشه و به هیچ عنوان وایتکس نریزین چون امکان سوراخ شدنش خیلی زیاد میشه. من که همون مایع لباسشویی رو میزنم به همراه نرم کننده. هر سال همینجوری میشورم اوکیه. سال اول بودش که من میخواستم پرده‌هامو بشورم، شنیده بودم که سرکه خیلی خوب تمیز میکنه. مثلا یه شب تا صبح توی آب نمک و سرکه بود، یادم نمیاد ترکیبشون بود یا جدا بود، فقط یادمه که زدم اینترنت ضد عفونیش کردم. ولی به نظرم همون لباسشویی خیلی تمیزتر انجام میده، هم اذیت نمیشم هم یه نکته دیگه بچه‌ها، یه نکته دیگه این که پرده رو نباید بذارم خوش بشه بعد پنش کنم. این تا شسته بشه من سریع پنجره رو تمیز میکنم که وقتی که شسته شد آبش که رفت دیگه لباسشویی الان خودش آبش رو میبره دیگه، لازم نیست که شما بذارید تا آبش بره. همین که لباسشویی تموم کرد میارم همون لحظه سریع اینا رو بس میکنم و آویزونش میکنم که هم چروک نمیشه همین که چروک نمیشه.
واسه اولیه باشه. این دومی رو یه گوشه میذارم و یکی رو باید در بیارم دیگه. حالا دیگه میدونید دیگه، گفتم بهتون. الینای خوشگلم، الینای فداش بشم خودم، قربونش برم خودم. سوال ازم پرسیده بود بچه‌ها شما هم بیاید کمک کنید. چون دستم بنده من همیشه سوالاتون رو می‌نویسم توی کاغذی، بعد میام حرف میزنم راجبش. چون یادم میره دقیقاً چی بود، ولی میدونم تقریبا میدونم چی بود. گفته بودی که با فامیل‌های سمی مثل پدر بزرگ و عمه سمی چجوری رفتار کنیم. چون وقتی پیش یه منو از زندگی محروم میکنن. تا جایی که متوجه شدم اینجوری بوده که حالا با حرفاشون تو رو ناراحت کرده بودن. خواهر رفتارت با اینجور آدما فقط اینه که دمپرشون باید نپره. میدونی چی میگم؟ 100% خب اونا از روی چجوری بهت بگم، از روی دشمنی که به تو چیزی نمیگن. اینو دیگه آدم شک نداره، چون پدر بزرگ و عمه هیچ وقت بعد آدمو نمیخوان. ولی متاسفانه میگم این تغییر نسل‌ها، این طرز فکرهای متفاوت باعث میشه که ما به هم دیگه برسیم جرقه بدیم دو پارت بترکیم. طرز فکر مخصوصا دهه 80 دهه 90 اینا کلا با دهه‌های 50 و 40 و اینا کاملا متفاوته. اصلا انگار دنیاهای متفاوتی دارن. پس 100% چیزی که تو بد میدونی اونا نمیدونن، چیزی که اونا بد میدونن تو نمیدونی. یه چیزی کلا برعکس این دیگه، انگار مثلا میخوریم به هم جرقه میزنه. من خودم افکارم، سلیقه‌ام، هر چیزی که دارم بیشتر نزدیک به دهه 80 تا حتی دهه 70. چون 77م دیگه، حالا 3 سال مونده بود که دهه 80 باشم. به هر حال من میفهمم که چی داری میگی. امان خواهر امان. من به این نتیجه رسیدم که آدما هر چی سنشون بیشتره جای تغییر کردنشون هم کمتره. یعنی هر چقدر ما بخوایم تلاش کنیم طرز فکر اونا رو مثل خودمون کنیم نمیشه. ما خودمون خیلی راحت تر میتونیم طرز فکرمون رو با اونا وفق بدیم. یعنی که بپذیریم. میدونی چی میگم؟ با اینکه مطمئنیم یه چیزی درسته ها، ولی خب چون اونا میگن ما میتونیم بگیم اوکی باشه اون چیزی که داری میگی درسته. ولی انگاری که اونا نمیخوان قبول کنن که ممکنه چیزی که ما داریم فکر میکنیم اشتباه باشه. میدونی چی میگم خواهر؟ وای میدونی چی میگم خواهر؟ چه آفتابیه، انگار تابستونه. ما تا یه تایمی هی دوست داریم که طرف مقابل اونو قانع کنیم، بعد هی بحث میکنیم، هی میگیم که نه تو اشتباه میگی من دارم درست میگم. هی همینطوری هی بحث و جدل و اینا پیش میاد، بعد هیچ نتیجه ای نداره. یعنی به نظر من، حالا من خودم چیزی که تجربه کردم، طرز فکرم واقعا و اصلا حتی شاید بگم شبیه خانواده‌ام هم نیست. نه اینکه بخوام بی احترامی کنم بگم نه کلا اشتباه میگن و ایناها، ولی خب چی دنیا رو من یه شکل دیگه دارم میبینم. حالا شاید من اگه جای چشم اونا باشم، جای پاهای قدم های اونا باشم. تخم شونه 250 تومن خواهر. تخم شونه 250 تومن. سوراخ کرد با شونه تخم مرغاش. ببین به نظر من حرفا باد هواست. خب مهم اینه که به نظر من تو تایید بکن، بذار بی احترامی نشه بهشون. خب من خودم راهی که انتخاب کردم، اگه یه بزرگتری با هم فاز منفی داشت میزد، یعنی چیزی که داشت میگفت به من خیلی اذیتم میکرد، یا سعی میکنم زیاد دمپرش نپرم، پیشش نرم، باش ارتباط برقرار نکنم، کنارش نرم. ولی در غیر این صورت اگه نمیتونی، تایید کردن بهترین جوابه. ببین بهترین گزینه تایید کردنه. هر چیزی که گفتن باید تایید کنی، گارد نگیری سمت اینجور آدم ها. میدونی چی میگم؟ چون افرادی که من تو نظر مخالفم بگی، نظر خودتو بدی، اونا اینجوری هن که دارن به من بی احترامی میکنن، اسم تو رو میذارن بی تربیت، اسم تو رو میذارن خیلی حرفای بد بهت میزنن. در نتیجه بهتر این که حرفاشون رو تایید کنیم، ولی عاقلانه هر چیزی که واسط خوبه عاقلانه اونو انتخاب کنی. اصلا بستگی داره. یه سریا هستن که اصلا خب آدم خودش فکر میکنه داره درست انتخاب میکنه، درست میگه، ولی خب ممکنه ما هم اشتباه بکنیم. ولی اگه واقعا خیلی اذیتی، باید اهمیت نده دیگه خواهر. خودتو نباید اذیت کنی. با 4 تا حرف تو بخواد حالت بد شه دیگه، کلات پس معرکه است تو این دور زمونه خواهر.
حالا بذار گفتنی ها گفته باشه، بذار دلشون خوش باشه خواهر، چی کارشون داری؟ الان همه فقط دارن یه جوری خودشون رو آروم میکنن. یکی عصبیه میاد تو مجازی کامنت های ترور میذاره، یکی مثلا میاد سر بچه خالی میکنه، یکی سر زنش خالی میکنه. میدونی چی میگم؟ هیچکس اوکی نیست. زمونه داره ما رو پوست کلوف بکنه خواهر. زمونه اینجوریه دیگه، قربونت بشم. باید خودتو وقت بدی، به نظرم تایید کن، ولی خودت کار درستی که حس میکنی منطقیه، عاقلانه است و از روی عقلت تصمیم بگیر و نذار حرفا روت انقدر زود تاثیر منفی بذاره. باید شلکنمون رو بذاریم تو برخوار، یه چیزی به عنوان شلکن تو خودمون تقویت کنیم. وقتی که مواجه شدیم با همچین آدم‌هایی، اونا هم دست خودشون نیست واقعا. ببین اینجور آدم‌ها گذشته ها، خب میدونین چیزی نبوده که به اینا بخواد آموزش بده. چجوری بهت بگم؟ آخه بی احترامی نمیخوام بکنم، خب ما هم اگه جای اونا بودیم همینطوری میشدیم. ما با اصل تکنولوژی، ما با اصل اینترنت، ما با اصل مدرسه، دانشگاه، نمیدونم ارتباط اجتماعی داشتن با آدم ها، به نظرم درسته یه سریا واقعا خب سنشون بیشتره، 4 تا پیرن بیشتر پاره کردن، 4 تا پیرن. ولی به نظرم الان نسل الان اطلاعاتش، چیزایی که تجربه میکنه خیلی بیشتره. نمیدونم، شاید هم الان بیاد دیستم کنید، نمیدونم، ولی واقعا نسل الان آگاه ترن. به نظرم تصمیمی که نسل الان داره میگیره خیلی منطقی تر از تصمیمیه که بعضی از سنهای بالا هنوزم بهش اعتقاد دارن و یه سری افکارای مثلا افکار هیچ منطقی توش نیست. یعنی چیزی نیست که علم بیاد ثابتش کنه، یه چیزی بوده که باباشون از قدیم گفته، بعد همونو دارن ادامه میدن. و من سخت مخالفم. و یه نفر خب با تجربه زیاد و خیلی هم براش احترام قائلم، نه اینکه بخوام بگم بعدم میاد یا اینا، خب ولی مثلا یه چیزی بهم بگن، میگم خب درسته حرفی که به من زدی از لحاظ علمی چرا، دوست دارم اون چراها رو بدونم که به چه دلیل ما باید این کار رو انجام بدیم. اگه اون به چه دلیله، اون توضیحی که در قبالش میدن منو قانع کنه، حرفشون رو میپذیرم. ولی اگه از روی مثلا چی بگم خرافات و نمیدونم اینجور چیزا باشه، من واقعا کاری که خودم فکر میکنم درست سر انجام میدم. اینجوری نیستم که از قدیم بهمون گفتن که این اوکیه، اوکی حتما اون یه چیزی میدونه، به هم یه چیزی گفته. میدونی چی میگم؟ اینجوری هم که به چه دلیل باید این کار انجام بدم، به چه دلیل. یعنی شایدم به طرف مقابلم نگم، ولی تو ذهنم اینجوری هم که چرا این کارو نباید انجام بدم، چرا این کارو باید انجام بدم. و اگه تونستم جواب و پاسخی واسش پیدا کنم، حرفشون رو گوش میدم. ولی اگه دیدم نه، جواب منطقی نمیشنوم، کاری که خودم فکر میکنم درست سر انجام میدم. امیدوارم که از این حرفم ناراحت نشن حالا کسایی که سنشون بیشتره، یا من قصد چیزی ندارم، ولی واقعا نسل ما باید قانع شه تا یه کاری انجام بده، تا یه کاری انجام نده. میدونی چی میگم؟ چقدر سخنرانی کردی خواهر. اون وقت تمیز کردن پنجره است. لک و لوکا رو ببریم با آب وایتکس که اینا دونه دونه شسته بشه و پهن بشه. این بند و بساط رو باید بیارم بذارم کنار که بتونم برم اونجا پنجره رو تمیز کنم. اینو نگاه کن، وضعیت و چسبم ندارم، این همینجا آویزون شده، خدا کنه بتونم پیدا کنم. داشتیم ولی نمیدونم کجاست. به هر حال اینا رو من برم پشت صحنه بیارم کنار. انقدر کف کرده بود، 2 سری لباسشویی زدم شست، میبینید که شب شده. خیلی کف کرده بود بچه‌ها. پرده هایی که خیلی تورتورین خیلی کف میکنن، نباید خیلی مایه میریختم. دیگه اینا رو تمیز کردم، ولی از نزدیک نگاه میکنی هنوز لکه، ولی اون لکه ها از اون طرفه. من نمیخواستم الان کلا پنجره رو تمیز کنم، فقط میخواستم این طرف رو تمیز کنم که پرده رو بندازم. اون طرفش رو وقتی که خواستیم تراس رو تمیزکاری کنیم اون موقع اون ورش رو اوکی میکنم. حالا به کثافتش نگاه نکنید، کثافت این طرف نیست اون طرفه. حالا اینو بندازیم که اون یکی رو بندازم بشوره. نه اول در بردم اون تهیه بود دیگه.
بریم اینو آویزون کنیم، پروندهش رو ببندیم. بچه‌ها این ریشه هاشو دیگه گفتم اینا که آوردم این طرف، این ریشه ها رو هم چسب بزنم. بعد چون فرشا رو که میخوام تمیز کنم این یه تیکه کاری به اینا نداره، یعنی خواستم اینا رو بکشم این ورشه، این زیرش تمیز مونده. ریشه هاشو میخوام چسبشو در بیارم، دوباره چسب جدید بزنم. صبح بخیر بچه های زیبای خوشگل، بالاخره پرده تموم شد. بیا ببین پرده چه برقی میزنه خواهر. البته الان چون روزه زیاد نشون نمیده. اونجا رو هنوز فکری به حالش نکردم، صرفا فقط اینایی که اینجا بود و گذاشتم سر جاش. شما فقط به پرده توجه کنید ببینید چه برقی میزنه. اینجا هم که تمیز شده. بایا نگاه کن ببین در بخ میزنه.